رئیست حمایت ملکی شهر اوفا در صحیفش در شبکه کنتاکت درباره یک حادثه به طور موجزه از خبر نوم بنو افتادن و زنده ماندن یک نفر خبر داد. این نفری که خود عمر دوبارهش داد یک مهاجر 33 ساله از تاجیکستان بوده است. بنا به گزارش رئیست حمایت ملکی شهر اوفا، حادثه روز 2 مارس سال 2023 در یک بنای ساختمانش هنوز ناتمام در کوچه نوسیل در میکرورایون اینورسی پایتخت جمهوری باشکردستان روسیه رخ داده است. گفته می شود کارگر شرکت ساختمانی با زینه‌پایه بالا می برآمد، ولی متاسفانه پیشپا خورده از قبط نهم بنا افتید. خوشبختانه او به زمین نافتاد، بلکه در قبط ششم بنا در ماند و همین سبب نجاتش از مرگ ناگزیر گردید. به جای حادثه نجات بخشان از رئیست حمایت ملکی شهر اوفا آمده به مهاجر تاجیک در جای درماندهش کمک طبی اولیه رساندند و سپس او را پایین آورده به ماشین یاری تاجری سوار کردند. گفته می شود طبیبان مهاجر تاجیک را به بیمارستان برده خواباندند. درباره وضع سلامتی او و جراحات برداشتش یگان معلومات داده نشده است. هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کار تاجیکستان به جستجوی کار با معاش بهتر به خارج و اساساً به روسیه می روند. هر سال از کشورهای دیگر اساساً از روسیه و اساساً با شرافت مهاجران کاری به تاجیکستان چندین میلیارد دلار پول فرستاده می شود. پولهای فرستاده مهاجران یک منبع اساسی تامین زندگی اکثر خانواده ها در تاجیکستان باقی می ماند.